اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه آستانه، باز در روز جمعه مبارک با هم در برنامه آنلاینی یا گفتیم در برنامه که روی راست با هم هستیم صحبت میکنیم. امروز موضوعی که برای شما آماده کردیم این همان موضوع پیشتره است، ولی قدم دوم. در برنامه پیشتره درباره همسران موفق چگونه رفتار میکنند و قدم اول صحبت کرده بودیم. امروز درباره قدم دوم و یا بعضی از رفتارهای دیگری که در عائله‌های موفق دیده می شود و یا بعضی از مناسبت‌هایی که برای زندگی خوب داشتن ما باید داشته باشیم صحبت میکنیم. و اکثریت وقتی که درباره زندگی زن و شوهری صحبت میکنن، علل خصوص گل دخترکانی هنوز به شوهر نبرآمده و یا جوانهایی که هنوز خانه‌دار نشدن، گمان میکنن که مثل فیلم ها در زندگی زن و شوهری هیچ مشکلی وجود ندارد و ببخشید و زندگی زن و شوهری با آسوده خاطری از اولی توی شروع می شود تا آخر و هیچ مشکلی بین آنها نمی شود و گویا که اینها از اول برای هم ساخته شدند و هیچ سوء تفاهم نمی شود، همدیگر را خوب درک می کنند و یعنی به یک جنتی که سبز و خرم است و در داخلش هیچ مشکلی نیست تصور می کنند. و برای همین هم اکثریت حتی پس از یک ماه خانه‌داری از هم جدا می شوند. ولی این رو هم بدانیم که زندگی به جنگ و جنجال و تلاش و با هم دیگر خصومت داشتن نمی شود. اگرچه زن و شوهر با هم خیلی خیلی مناسبتی خوب داشته باشند، هم خواه و ناخواه بین آنها یک روز جنگ و جنجال زناشویی نشود، هم نزاع‌های شدید می شود. برای همین باید بدانیم که زندگی زن و شوهری برابری این که شیرینی ها دارد، تلخی ها هم دارد. برابری این که همدیگر فهمی است، در داخلش مهر و محبت است و پروردگار خودش محبت رو بین زن و شوهر آفریده است، ولیکن نفس انسان وجود دارد و این چنین وسوسه های شیطان، وسوسه های نفران شیطان مانند هم وجود دارد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود این که بهترین خلق البشر بودند، در زندگیشان مشکلی ها بود. برای همین که مایان زندگی زن و شوهری را یک فیلم گمان نکنیم و یا اینکه یک جهنم گمان نکنیم، باید به اساس زندگی با چشم بصیرت نگاه کنیم و از زندگی پدر و مادر خود، از زندگی خویش و تبار و این چنین از زندگی نفرانی که زندگی خوب دارند و یا زندگی حتی بد دارند باید تجربه روزگار گیریم. برای آنکه بعضی ها در زندگی فقط با مشاکل روبرو شدند و در زندگی حتی پدر و مادر خود هم همیشه در مشکلی ها زندگی میکردن، وقتی برایشان درباره زندگی زن و شوهری صحبت کرده می شود میگویند این یک فیلم است. برعکس به بعضی از نفرها وقتی درباره جنگ و جنجال های زندگی صحبت کرده می شود، آنها نیز میگویند این یک یک فیلمی دردناک هست و یا یک فیلمی دهشت‌آوری است که اگر این گونه زندگی داشته باشیم بهترش هرگز ما ازدواج نکنیم. ولی به هر حال اینجا یک چند رفتارها و یا مناسبت‌هایی هست که اگر در زندگی هر یک عائله به آن رعایت کنند، بدانید که زندگیشان خوب شده می رود. اگرچه بیماری داشته باشند، مشکلی های اهل و عیال داشته باشند و این چنین وسوسه های بیرونی داشته باشند. اینجا اولا باید بدانیم که در هر یک زندگی و یا در هر یک رفتاری که انسان با دیگران دارد، حتما باید منت‌داری وجود داشته باشد. یعنی تشکر کردن یک نفر و این چنین
رحمت گفتن برای کارهای خوبش، این باید در زندگی تمام مسلمان وجود داشته باشد. مشکلی در آن است که در اکثریت خانواده ها گمان میکنند که تشکر گفتن گویا که این فقط برای بیگانه ها هست، لیکن زن و شوهر به همدیگر تشکر نگویند هم می شود. و زنهایی هستند که حتی 40 سال و 50 سال زندگی کردند ولی باری هم کلمه تشکر را از شوهر خود نشنیده اند. برعکس مردهایی هم هستند که اگر از 100 یک قسمی خوبی کرده اشان را به بیگانگان کنند 1001 تشکر میشنوند، ولی تمام عمر در خدمت همسر خود و فرزندان خود حتی بعضی ها در خدمت خش و تبار همسر خود هستند و کلمه تشکر را نشنیدند. برای همین هم برای آنکه محبت ها افزاید و هم همسر چی زن چی مرد در برابر نیکی کردن به شریک حیات خود همیشه خرسند باشند و انتظار باشند که این نیکی کرده اشان و یا خیری کرده اشان بی پاداش نمیماند. باید تشکر گفتن را یاد گیریم و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا یشکر الله من لا یشکر الناس. حدیث در سنن ابو داود است. میگویند کسی که به مردم شکرگزاری نمی کند به الله هم شکرگزاری نکرده است. مادامی که زن و شوهر به همدیگر حتی تشکر کردن را نمیدانید و هر خیری که از شوهر خود میبینید به جای هزار رحمت گفتن، جزاکم الله خیرا گفتن یا منت دارم گفتن، از این هم بهترش را انتظار هستیم. و یا شوهر هم به جای اینکه برای خوراک یا دستپخت همسرش تشکر کند و یا برای یگان کار خیر همسرش تشکر کند همیشه انتقاد میکند و همیشه ناراضی هست. در اینجا بدانیم که بین زن و شوهر یک بدبینی پیدا می شود و خیلی ها هستند که در حیاتم من از این نفر تشکر را نشنیدم، برای آنکه چنین یا با همین اخلاق بزرگ شده است و یا اینکه این نفر گمان میکند که بین زن و شوهر تشکر گفتن و رحمت گفتن و این چیزها وجود ندارد. و چیزی دیگر در ما این است که متاسفانه این اکثریت شاید در جامعه تاجیکی دیده شود، عدم مهربانی. یعنی هر زندگی که در آنجا ما موفقیت میخواهیم و یا حیاتی که میخواهیم با شیرینی گذرد، حتما باید در آنجا سخنهای وجود داشته باشد که هم زن و هم شوهر از همدیگر خرسند شوند. برای همین الله میگوید درباره کلمه طیبه، بعضی ها کلمه توحید میگویند، بعضی ها عموما صحبت خوب یا سخنهای خوب میگویند. در تفسیرش پروردگار در قرآن کریم میگوید و مثل کلمت طیبت کشجرت طیبت، یا اینکه ببخشید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آیا میبینی که چگونه الله مثال میزند سخن خوب را مثل یک درخت خوب، درختی که او شاخه هایش در بالا هست، حتی به آسمان می رسد و ریشه اش در زمین است. و سخن خوب هم، کلمه های خوب هم وقتی بین زن و شوهر گفته می شود، این را بدانیم که در قلب آنها جای می گیرد و اساساً کدام عائله موفق را از نزدیک یا از دور دیده باشیم تقریبا در آنجا حقارت و دشنام را نمی شنوید. و حتی در روایت آمده است که در سنن ابن ماجه بود اگر خطا نکنم، پیامبر صلی الله علیه و سلم همسرشان عایشه را حمیرا گفته صدا میکردند و حمیرا معنایش زیبا دختر و اساسا زنهای که خیلی سفید پوست هستند و کمی و از سفیدی حتی مویهایشان زرد هست، یعنی چهره سفید دارند و مویهای زردک دارند، در عربی حمیرا میگویند، از کلمه سرخنه از کلمه از حد سفید ها را. و پیامبر صلی الله علیه و سلم با این کلمه که گویا که خیلی زنی زیبا هستی، همسر خود عایشه را حمیرا گفته صدا میکردند. و برعکس این همسر سعید ابن مسیب تابعین بزرگ میگوید مایان همسران خود را مثل اینکه نفر از شما امیر خود را یا گفتیم
مدیر و سردار خود را صدا می کند، این گونه صدا می کردیم و وقتی که با همسر خود صحبت می کردیم گویا که با یک نفر صحبت می کنیم که آن نفر سردار ما باشد. الله شما را موفق کند، الله کارهای شما را اصلاح کند. یعنی مناسبتمان با شوهرمان چنین بود. اما عکس این را نگاه کنید، در تاجیکستان ما یا در جامعه تاجیکی اگر زن به شوهرش با یگان کلمه خوشرو صحبت کنند، مردم به چشم تمسخر نگاه میکنند و مرد هم اگر همسر خود را با یگان کلمه زیبا صدا کند، حتی اهل عائله، خواهر و برادر و حتی همسایه ها رشک میکنند. یعنی دشنام کردن، با حقارت همسر خود را صدا زدن، زن خود را با کلمه های قبیح، با نام حیوان و با هزار و یک لقب صدا زدن در جامعه ما این عیب نیست، بلکه رجولت یا مردانگی و شهامت است. اما وقتی مرد همسر خود را با یگان کلمه زیبا صدا می کند، حتی میگویند نام زن را گرفتن گناه است. یعنی نام زن را گرفتن گناه است، حتما یا های یا هی یا اینکه ببخشید گربه و چیزی دیگر گویی. و این را جامعه ما هم اونگونه قبول دارد که بعضی ها میگویند در نزد خشتومنم اگر همسرم اوچش گفت مرا، یعنی مادر فرزندا گفت و یا نامم رو گرفت، یک و یک باره خشتومن من و این چیز قهر و غضب میکند که من 50 سال 60 سال زندگی کردم، پدرت در حیاتش مرا با نامم صدا نزد، چرا امروز تو این کار رو میکنی؟ برعکس این خواهرها و یا زنهایی هستند که مردهای بیگانه همسایه ها را اکا جان یا نامش را گرفته احمد جان یا یگان چیز جانگویان صدا میکنند، اما در خانه با شوهرشان در حیاتشان این کلمه های زیبا را استفاده نکردند. برای همین مشکلی در آن است که مایان از کلمه های زیبا را استفاده کردن شرم میکنیم، از زدن، از دشنام کردن، از حقارت کردن و همسر خود را با هزار و یک لقب جیغ زدن کسی شرم و حیا نمی کند. و فرزندان هم از این چیز خیلی تاثیر میگیرند و حتی کودک های هستند که نام مادر خود را با یک لفظ قبیح میگویند. مثلا اگر نام مادرشان گلناره باشد، گلگویان یا نارگویان صدا میکنند. سببش از این است که از پدر خود این را آموختند. و یا اینکه مادر خود را در حیاتشان مادر جان و یا آچه جان و یا رحمت برای دست پختت، برای خوراکت رحمت، برای این کارت رحمت گفته حتی کودک هم نمیتواند. برای اون که در حیاتش در خانه در پدر خود ندیده است که به همسر خود برای خوراک پختگیت الله راضی باشد، تشکر به این کارت، یا اینکه همسر خود را با یگان نام مهربانی حتی حداقل با نام خودش صدا نزده است. یعنی ببخشید تا اندازه به انصافی است که حتی نام خودش را نگفته با یگان لقب، با یگان دشنام که بعضی ها دشنام های خیلی قبیح را میگویند صدا میزنند. و اینجا ببینیم یک لحظه به فکرم مشکلی شد در تکنیک. ببخشید گاهی مشکلی تکنیکی هم می شود. برای همین عزیزان اینجا بدانیم که عائله‌ای که در آنجا صحبت‌های خوب و صمیمی نمی شود و یا مهربانی را همسر از زنش هرگز نمی شنود و یا شوهر از زن خود یگان کلمه خوب را نمی شنود، همیشه یا دشنام یا تمسخر یا چیزی دیگر هست، هرگز این عائله موفق شده نمی تواند. این بدگویی ها، این دشنام ها رفته رفته از یک نقطه سیاه به یک سنگ سیاهی قلب تبدیل می یابد و حتی زنهایی هستند که در پیرانسالی شوهر خود را مدام دشنام میکنند. یعنی بعد از اینکه از 50-60 بالا شدن، شوهر خود را همیشه با دشنام صحبت میکنند و میگویند تمام جوانی مرا این با دشنام گذرانید، از این هیچ خوبی ندیدم. و مردهایی که در وقت جوانی، در وقت قوت و شجاعت داشتن، با همسر خود رفتارهای بد کردن، در آینده از زن خود همه این را میبینند. برای همین بیاید از اول زندگی، و بارها هم گفته بودم، حتی اینکه پیش از نکاح زن و شوهر و یا عروس و داماد با هم اتفاق کنند که در صحبتی بین ما هیچ یگان نفر نباید دخالت کند و کسی حق ندارد که بین جنگ و جنجال ما دخالت
دخالت کند و تو همچون شوهر حق نداری مرا با دشنام و با سخنهای قبیح علل خصوص در بین عائله، در نزد فرزندان، در نزد همسایه ها به حرمتی کنی و زن هم باید وعده دهد که همچون شوهر من مناسبتم رو همیشه مناسبت خوب می‌دارم و هرگز در نزد دیگران نه شما را تمسخر میکنم و نسبت شما بدگویی میکنم. و چه خیلی که گفتیم مشکلی در این است که تشکر گفتن برای خوراک پختن، تشکر گفتن رو عیب میدانیم و یا شوهر اگر به خانه خرید کرده آمد این رو عیب میدانند، ولی انتقاد کردن، ملامت کردن و همیشه عیب جویی کردن رو کسی عیب نمیداند. یعنی حتی زنهایی هستند که به هر یک خطاگی کوچک شوهر خود و حتی به خطاگی های اهل عائله شوهر خود از شوهر خود انتقاد میگیرند. و عکس این مردهایی هستند که به خاطر یک مسئله های خیلی کوچکی که اصلا برای مرد زیبنده نیست که در این مسئله صحبت کند، چرا کمی نمکش رو بلند کردی، چرا خانه رو این طور کردی، چرا پرده ها رو چنین کردی، چرا مادرت اومد به مادرت در این باره صحبت کردی. یعنی چیزهای خیلی خیلی کوچک رو انتقاد میگیرند و ملامت میکنند، در حالی که چگونه که گفتیم برای یک مرد هرگز زیبنده نیست که به هر یک کوچک و بزرگ همسر خود انتقاد کند و او را مذمت و ملامت کند. برای همین در قصه ای که در صحیح بخاری هست که 11 زن زنهای ببخشید شوهرهای خود را صفت میکنند، پنجم نفری آنها میگوید زوج این دخل فهید و این خرج اسید ولا یسأل عما عهد. همسر من چنین مردی هست که اگر به خانه در آمد او مثل پلنگ است، اگر از خانه بیرون شد مثل اسد، مثل شیر است و از اون چیزایی که گفته گذشت نمیپرسد. معنای پلنگ این است که پلنگ یک حیوانی هست که متغافل است، یعنی به هر چیز اهمیت نمیدهد و این زن همسر خود را تعریف کرده میگوید در خانه پلنگ است، به هر کوچک و بزرگ اهمیت نمیدهد، اما در خانه شیر است، در خانه نمیگذارد کسی به حریم او تجاوز کند و یا کسی آبروی او را بریزاند. برعکس بعضی از مردها که در کوچه پلنگ هستند، اگر کسی به بالایشان سنگ بزند هم سرشان خم است، اما در خانه شیر هستند و به همسر خود اونقدر زوری میکنند، اونقدر دشنام و حقارت میکنند و اونقدر از همسر خود انتقاد میگیرند که گمان میکنید که این مرد در همه جا چنین بزرگ است. و پس عزیزان، از قدم‌های موفقیت در حیات خانه‌داری بیاید پیش از همه شیرین زبانی، خوش زبانی را زن و شوهر بین همدیگر یاد گیرند و به جای همیشه انتقاد کردن و خیلی مسخره‌های بی‌زیب از مسخره‌های اهل عائله و از مسخره‌های خویش و تبار به همدیگر تشکر گوییم، منت‌داری کنیم و دعا کنیم همدیگر را. برای همین همسری سعید ابن مسیب میگویند ما چگونه که امرا را، رئیس های خود را شما احترام میکنید، این گونه همسران خود را احترام میکردیم و میگفتیم الله شما را اصلاح کند، الله شما را موفق کند، همیشه بردوام باشید، همیشه خوب باشید. یعنی این دعاهای خیلی زیبا هست که تقریبا شاید در مردهای تاجیک شنیدن این گونه دعاها از همسرشان دیده نشود. حتی در رساله های واتساپ از دور صحبت میکنند، به جای اینکه چه خیل هستید، سلامت هستید، خسته نباشید، در کار هستید، از پای خودتان شوید، پول روان نکردی، به اوچت زنگ زدی، به من زنگ نزدی، پولی روان کرده ات کم بود، 2 روز میشود زنگ نمیزنی. یعنی این گونه انتقادهای زنها خیلی زیاد است. برعکسش هم مردهایی که تو خوب هستی، برای اینکه فرزندها رو نگاه و بین میکنی از تو تشکر میکنم، برای اینکه خانه رو تمام روز نگاه و بین خانه مسئولیت در سر تو از تشکر میکنم، از همین که به خانه آمدن چرا این در جایش نیست، چرا اون در جایش هست، به انتقاد
شروع میکنن. پس با انتقاد، با بدزبانی به جز کینه ها چیزی دیگر نمی افزاید. 1 سال 2 سال اول چیزی نه، لیکن بعد از 15 سال 20 سال میبینید که زن و شوهر به جای اینکه بینشان مودت و رحمتی که الله آفریده است وجود داشته باشد، برعکس بینشان بدبینی، خرخشه، همدیگر را دشنام کردن و مثل گربه و موش میشوند و نتیجه این همان حقارت ها، همان دشنام ها، همان ظلم هایی که از اول زندگی داشتند و این کلمات بد با هم جمع می شود و به یک کوه بزرگ تبدیل می یابد. برای همین پیرزن و پیرمرد که با هم خیلی خوبند کم می بینید، اکثریت با هم همیشه مشکل دارند و وقتی می پرسید از اول زندگی از همدیگر خیر ندیدیم گویان شکایت می کنند. چیزی دیگر عزیزان، شاید یکی از خیلی که گفتیم موفقیت های شما منتداری باشد که منتداری را نباید فراموش کنیم. و چیزی دیگری که زندگی زن و شوهر را خیلی هم آسان میکند، هم از لحاظ بیماری های روانی و یا گفتیم هم از لحاظ اینکه زندگیشان بردوام باشد، آرامانه زندگی را میبرند، این باوری به همدیگر میباشد. یعنی باور کردن به همدیگر نه تنها در خیانت بلکه در مسئله های پول و مال، در مسئله های امانتداری خانواده، در مسئله های سر و اسرار خانه را نگاه داشتن، همه این سبب می شود که زن و شوهر یک عائله موفق بسازند. برای آنکه عائله های هستند که عجیبش این است که اسرار خانه را زن میگیرد و به کوچه میکشاند، یا بعضی مردهای هم هستند که اسرار خانه را و حتی بعضی از اسراری که زن همچون امانت به شوهر خود درباره برادرش، درباره خواهرش، درباره نفران دیگر گفت، این را میگیرد و به دیگران میگوید. و مرد به جای آن که همسر خود را، اسرار همسر خود را همچون یک نفر امانتدار نگه دارد، برعکس میبرد و به کوچه میکشاند و در خانه جنگ و جنجال شروع میشود. و زن هم به جای آنکه یک زنی امانتدار خانه شوهر باشد، قصه شوهر خود و خدای نکرده اگر شوهر زنی دوم و سوم داشته باشد، تمام سر اسرار زنی دوم و سوم شوهر خود را به کوچه و به همسایه ها و به همه میکشاند و میبینیم که بینشان چقدر مشکلی میشود. پس باوری زمان بین زن و شوهر پیدا میشود که زن و شوهر به همدیگر باوری حقیقی را از روی تجربه خود پیدا کرده باشند. اگر مرد دید که زنی او هرگز از نفران امانتدار نیست، هر باره که چیزی را به او میگوید به دیگران خبرکشی میکند و این چونین در مسئله پول و مال و یا امانت خانه‌داری هم زنی او هرگز امانتدار نیست، پولها را به جایهای خرج میکند که شوهر راضی نیست و حتی پولها را به نفرانی میدهد که شوهر راضی نیست. البته میگویم تجربه به شما نشان داد هرگز به او باور نکنید. و زن هم وقتی میبیند که دیگر در تقدیرش همین گونه مرد واخورده مانده است، مردی که سر و اسرار چی است نمیداند و هر چیزی که درباره عائله‌اش گفت مرد میرود و به خواهر و برادر و به جورهایش میگوید، این تجربه معین میکند که همسری حیاتی ما یا شریک حیاتی ما از اهل امانت نیست، به او نباید باور کرد و اسرار خود را در خود نگه داشت.
عزیزان، اینجا از یک شما عذر میپرسم، چون برنامه آنلاینی هست. گاهی می شود که به مشکلی تکنیکی روبرو می شویم و صدا قطع شد و برنامه را دوام می دهیم و باز از یک شما معذرت می خواهم که این مشکلی که در دست ما نیست اصلا به این مشکلی دچار شده. پس عزیزان، چگونه که گفتیم، اینجا زندگی زن و شوهر وقتی که امانتداری در داخلش نیست و هر دو امانت همدیگر را داشته نمیتوانند، بدانیم که موفق شده نمیتوانند و شوهر تمامی سر و اسرار خود را از همسر خانه خود، اونی که نزدیکترین نفر هست، همراه او در یک بالین است، پنهان میکند. زن هم از او پنهان میکند. برای همین حتی پیش از ازدواج زن و شوهر یا عروس و داماد باید این مسئله را خیلی جدی با هم صحبت کنند که زندگی هر دوی ما زندگی هست که نباید دیگران دخالت کند و نباید اسراری که بین من و تو می شود این اسرار به دیگران فاش کرده شود، که خیانت به امانت خودش از صفت مؤمنان نیست و مؤمنان را الله میگوید الذین هم بامانتهم و عهدهم راعون. مؤمنان نفرانی هستند که امانت و عهد پیمان همدیگر را رعایت میکنند و وقتی شما عهد پیمان زن و شوهری را رعایت نمیکنید، این بدترین خیانت میباشد. ولی یک مشکلی خیلی جدی دیگر هم هست که این مشکلی شک و شبهه داشتن به همدیگر و حتی همسر از اهل خیانت نباشد هم گمان بدکنان او اهل خیانت است، به این باوری کرده نمی شود گویان همسر خود را به یک شخص خائن تبدیل دادن می باشد. برای همین بعضی از زنهای هستند که علل خصوص بعد از این که فهمیدن که همسر آنها زنی دوم دارد و یا همسر آنها یگان صحبتی با خواهر خود و یا مادر خود صحبتی نزدیک دارد، گمان میکنند که این شوهر بر ضد همسر خود است. یعنی گویا که شوهر اگر با مادر خود مناسبتی خوب دارد، با خواهر خود مناسبتی خوب دارد، الکی او خائن اعلان شده باشد و شاید این یک بدگمانی هست، شاید رشک از حد گذشته مریض است که بعضی زنها تقریبا تمام مسائل حیات خود با فرزندان خود، حتی مسئله های پولی و مالی را از شوهر خود پنهان میکنند. میگویند اگر به شوهرم گفتم شاید پول را گرفته به یگان نفر دهد، یا اینکه من اصلا به او باور ندارم. اگر به همسر خود باور نداریم، دیگر این زندگی را فقط می شود گفت زندگی صلح، یعنی صلحی که فقط به خاطر فرزندان زندگی را دوام داده ایستادیم، نه طعم دارد نه لذت دارد. برای همین خواهرانی که اکثریت شوهر خود را خائن میدانند و یا میگویند اگر به او سر و اسرارم را گویم و یا پولهای پنهانم را گویم این میکند و آن میکند، اول باید درست فکر کنیم که شاید اینها همش گمان است، شاید چیزی که درباره شوهر گمان میکنید همش دروغ است و یا سوء ظن، گمان بد است و هیچ اساسی ندارد. برعکس این مردهایی هم هستند که از زن خود یک خائنه میسازند، در حالی که همسر آنها خیانتگر نیست، دوست نیست و هرگز در حیات با یگان خیانت او را خیانتی زن خود را ثابت نکردن، میگویند نه باید از همسر پنهان کرد و حتی مشکلی های جدی قرضداری خود ببخشید که از سرماخوردگی هنوز هم سرماخوردگی دارم و گاهی با سلفه هم برنامه برای شما خلل آور می شود. پس اینجا مردهایی هم هستند که از همسر خود به گمان خود یک خیانتکار میسازند و زندگی خود را تلخ میکنند و خواهرکانی هستند که میگویند من تمامی عمر از شوهرم میشنوم که پول ندارد، من تمامی عمر از شوهرم میشنوم که وقت ندارد، حتی چی دارد چی ندارد همش را از من پنهان میکند و اگر از شوهر پرسیدید میگوید باوری ندارم. شاید در حقیقت مرد در این زن یگان خیانتی را دید، دزدی را دید، افشا کردن سر را دید. در اینجا میگویم او حق دارد برای اون که او دلیل و منطق دارد، لیکن اگر دلیل نداریم و در حیات خود ثابت نشده است که همسر خیانتکار است، با شک و شبهه های خود زندگی خود را به جز زهر مار کردن چیزی دیگری کرده نمیتوانیم. برای همین
مسئله باوری کردن به همدیگر و همدیگر را امانتدار اسرار خود دانستن از مسئله های هست که زندگی زن و شوهر را به پیش برده می توانند و اکثریت عائله هایی که زندگی با برکت دارند این عائله هایی هستند که زن و شوهر از همدیگر پول پنهانی ندارند و با هم پولشان را با هم در یک جا جمع میکنند و یا اینکه پسنداز میکنند و با این کار خود پیشرفت میکنند. اما عائله هایی که زن پول های جداگانه پنهانی خود را دارد و باز به شوهر همیشه با 1001 بهانه از جیب شوهر پول می دزدد و یا برعکس عائله هایی که شوهر همیشه خود را در نزد زنش من بی پول و بی چیز نشان می دهد، می بینید که به دزدی، به بخیلی، به همدیگر دشمن شدن تبدیل می شود و اکثریت من شخصا خودم یک چند همسران موفق را نوارشان را چی از ایران باشند چی از امریکا و اروپا چند روز پیش مشاهده کرده بودم. زنک میگوید طول حیاتی که ما با شوهرم داشتیم من همیشه معاشم را به دست شوهرم میدادم برای اون که من میدونستم که شوهرم از اهل امانت است و شوهر هم میگوید تمام عمر مبلغی که در دست من بود از آن همسرم با خبر بود و هرگز باری هم ندیدم که پولی مرا گرفته به جای صرف کرده باشد. پس امانتداری در امور اقتصادی و درک کردن شرایط مالی زن شوهر را و شوهر زن را این سبب می شود که در زندگی موفق باشیم، علل خصوص در زمان حاضر که اکثریت بدبینی ها بین خویش و تبار و حتی بین زن و شوهر به سبب پول می شود و حق مرا خوردی و یا پولی مرا ندادی و یا اینکه پولی مرا گرفتی گویان به همدیگر تا طلاق می رود. اینجا وقتی گفتیم باید امانتدار همدیگر باشند و این چونین بهترش این است که مبلغ های پنهانی نداشته باشند. معنا این نیست که شوهر تمام پولی زنش را از آنی خود کند و یا زن بگوید که ما پولی شریکی داریم تو حق نداری نه به مادرت کمک کنی نه به یگان خویش محتاجت کمک کنی، دیگر تمام این مسئله را من به کنترل خود میگیرم. البته مقصد این نیست. معنای این سخن این است که در مسئله مالی با هم گشاد و روشن و این چونین دور از گمانهای بد که مبادا همسرم پولی مرا میدزدد، مبادا پولی مرا به مادرش میدهد، به خواهرش میدهد باشد. اما رفت و در حقیقت شوهر ثابت کرد و دلیل هم دارد که همسرش در مسئله اقتصادی و یا در مسئله پول و مال خائن است یا خیانتکار است، پول مال شوهر خود را همچون امانت نگه نمی دارد. البته شوهر که دلیل دارد حق دارد پولهای خود را از همسر خود پنهان کند. برعکس این هم زن اگر دید که شوهرش پول او را از آن خود میکند و گمان میکند که زن یگان حقوق مالی ندارد و باز پولهایی که از زنش میگیرد به خویش و تبار خود صرف میکند و به همسر حتی در لباس و در چیزهای ضروری پول نمیدهد، زن هم در اینجا حق دارد که پولهای پنهانی داشته باشد. اما چگونه که گفتم اکثریت عائله ها به یگان دلیل همدیگر را خائن میدانند و این به جنگ و جنجال بردوام برده میرساند. مسئله دیگر البته مسئله غیرت و یا گفتیم رشکی از حد گذشته است. بعضی شوهرهایی هستند که شاید بیماری روانی دارند که همیشه در قلب آنها نسبت همسر خود شبهه هست. همیشه در گمان هستند که الان همسر آنها دست به خیانت زده ایستاده است. از کوچه می آیند تلفن همسر خود را کاملا اول شده از نوک سوزن می گذرانند. بعد از این اگر به جای کار رفتن هم زنگ میزنن که الان زنگ زدم با کی هستی چی کار کرده ایستاده ای و صورت ها و خویش و تبار همه ای چیزی که در زن هست زیر نظارت خود و یا کنترل خود میگیرن، در حالی که یگان دلیل ندارند که همسر آنها خیانتکار است یا همسرشان به یگان خیانت دست داده است. انا این گونه زندگی ها رو میبینید که خواه و ناخواه رفته رفته زن آنقدر نسبت شوهر خود نفرت پیدا میکند که حتی در 50 سالگی باشد هم از شوهر خود طلاق میپرسد. اگر در جوانی به خاطر کودکا بود در پیران سالی دیگر طاقت چهره شوهر را کردن را ندارد. برای همین زنها و یا خواهرانی که با این گونه
مردها ازدواج میکنند، اول باید بدانیم که این شک و شبهه ها از کجا پیدا می شود. برای اون که اکثریت چگونه که گفتیم از سر موفقیت بین زن و شوهر این است که به همدیگر باوری داشته باشند و خود را با گمان های این که مبادا الان همسری من دست به خیانت زده ایستاده است و یا همسری من الان با کسی در یگان رابطه است، با این خیالات، با این وهم زندگی خود را به جهنم تبدیل ندهند. و البته اینجا از حق نگذاریم، بعضی زنهایی هستند که خودشان سبب می شوند که همسر آنها و یا شوهر آنها نسبت آنها بدگمان گردد. زنهایی هستند که در خانه آرایشی که نمی کنند در کوچه آن آرایش را می کنند، لباسی که در خانه در نزد شوهر نمی پوشند به کوچه می پوشند. و حتی زنهایی هستند که مردهای بیگانه را به شوهر خود خیلی تعریف می کنند که این یکی از بدترین شاید خصلت زنها باشد که به شوهر خود، با آنکه میدانیم هر یک مرد رشک و غیرت و غروری از شوهری مردانگی دارد، به شوهر خود نشسته یک مرد بیگانه رو او از تو خوب است، او از تو زیاد پول کار میکند، این چیزها رو گویم. البته اگر زن خودش سبب شد که مرد این رشک و این شک و شبهه ها را پیدا کند، پس بجز خودش زن نباید کسی دیگری را ملامت کند. و لیکن اگر دید که زن یگان سبب و یا یگان کار نکرد که شوهر به این گمانهای بد شک و شبهه افتد، ولی مرد بردوام از پی کفت و کاب است که زنش را با یگان خیانت ثابت کند و یا خیانت زن خودش را آشکار کند، پس اینجا مرد لابد یگان بیماری دارد، بیماری روانی و یا بیماری جن و گفتیم سحر و جادو، که در اینجا باید به طبیب متخصص مراجعت کنند. و حتی در بعضی از کشورهای مسلمانی به نزدیکی خوانده بودم، شاید در کویت بود، که 37% طلاقی که در کشور می شود به سبب همین نمود رشک های بیجایه هست، رشک ها و وهم هایی که هیچ اساس ندارد. و اینجا چرا گفتیم برای موفق شدن این رشک و این شک و شبهه ها از بین رود؟ برای اون که اگر مرد در قلب خود نسبت همسر خود به یگان دلیل شک و شبهه دارد، نه خودش رو آرام میگذارد نه همسر خود رو. خیلی زیاد خواهرهایی هستند که میگویند شوهر من میآید تلفن مرا تمامی ساعتی که در خانه هست در دستش تلفن من است که من مبادا با یگان مرد صحبت نکرده باشم. و حتی بعضی خواهرها میگویند همسر من حتی مرا به دیداربینی برادرم نمیماند، از رشکی که با همسایه حتی صحبت میکنی به کوچه نبرو، یا با حتی پسر خاله ام و یا پسر دایی هم سلام داده نمیموند که گویا که من با آنها یگان رابطه نامشروع پیدا میکنم، در حالی که عزیزان پسر خاله، پسر عمو اینها خیش و تبار هستند، صله رحم هستند. نامحرم که هم باشند حق خیش و تباری، حق السلام علیکم و احوال پرسی و اگر بیمار شدن دیدار بینی و اگر یگان مصیبت زده شدن رفته دلبرداری رو دارند. برای همین این مسئله، یعنی مسئله قلب خود رو به یگان دلیل پر از شک و شبهه کردن و مدام با وهم زندگی کردن که الان همسر من دست به خیانت زده ایستاده است، این بجز وسوسه شیطان چیزی دیگری نیست. و حتما باید در این مسئله اگر از اول زندگی گفتیم در 1-2-3 ماه اولی حیات این چیز می شود، شاید عروس و داماد نو هستن، همدیگر رو خیلی دوست می دارن، خیلی رابطه قوی دارن، لیکن بعد از 2 سال 3 سال 4 سال حتی در پیران سالگی مرد به این کار مشغول است و مدام از پی آن است که همسر خود را با خیانت دستگیر کند. اینجا زنها باید خیلی احتیاط شوند برای آنکه با یک مرد مریض زندگی دارند. ولیکن این معنایش این نیست که عزیزان بگوییم که مرد نباید غیرت داشته باشد، مرد نباید نسبت همسر خود یگان نمود رشک داشته باشد. برای آنکه عموما بی رشک بودن مردها این دیوسی هست و حتی پیامبر میگویند لا یدخل الجنة دیوس، یعنی مردی که به همسر خود رشک نمی کند، همسر خود حتی به گناههای کبیره دست میزند و این مرد آرام در خانه هست. مثل اینکه مردهایی هستند که همسرشون با مردهای بیگانه رقص میکنند، با مردهای بیگانه در رابطه ها، مثل اینکه این دوست من است، خویش من هستند و کار نمیدارند، این به دیوسی میبرد. و این چنین در حدیث دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند غیرت و یا رشک هست که الله آن را دوست میدارد. اگر آن رشک
بر اساس دلیل باشد و این چنین رشکی هست که الله آن را دوست نمی‌دارد. آن رشکی هست که شما یگان دلیل ندارید و نسبت همسر خود بدگمانی دارید. برعکس این عزیزان، زن‌های هم هستند که هرگز در حیات زن و شوهری موفق شده نمی‌توانند. نه همسر خوب شده می‌توانند، نه مادر خوب شده می‌توانند. برای آنکه مدام آنها مشغول هستند با شبهه نسبت شوهر خود، علل خصوص شوهرشون همسر دوم و سوم داشته باشند که در مهاجرت خیلی برادرای تاجیک الان با همسر دوم و یا سوم دارند. اینجا یک نصیحت پدرانه هست که به دختر خود پدر گفته بود، اگر خطا نکنم این را عبدالله ابن جعفر رحمه الله به دخترکشان میگویند و میگویند دخترکم ایاک و الغیره فانها مفتاح الطلاق و ایاک و کثرت العتاب فانه یورث البغضاء. دخترم، یعنی پیش از ازدواج به دختر خود این نصیحت را کرده، میگویند دخترم خودت را از غیرت یعنی از رشک ها دور کن، برحذر باش از رشک کردن، برای آنکه رشک های بی اساس این کلید طلاق است. وقتی تو بی اساس رشک میکنی و یا حتی با اساس، یعنی همسر تو زن دوم دارد و یا سوم دارد، لیکن رشک تو تا درجه رسیده است که دیگر به حقارت و به دشنام و به مثلا حق شوهر را پایمال کردن دست میزنی، بدون که این کلید طلاق است، یعنی خودت طلاق درهای طلاق را گشوده ایستاده ای. و این چنین از زیاد عتاب کردن همون انتقاد و ملامت و ناشکری کردن است. خودت را نگه دار، برای آنکه یورث البغضاء. وقتی از حد زیاد انتقاد میکنی، وقتی از حد زیاد همسر خود را ملامت میکنی، به هر یک کارش عیب میجویی و این نسبتی تو بدبینی پیدا میکند. و وقتی شوهر نسبت همسر خود بدبینی پیدا کرد، این را بدانید که رفته رفته او تام میتواند خود را از همسر خود کنار میگیرد، به هر بهانه نمیخواهد به نزد همسر خود بیاید یا در نزد همسرش باشد. پس یکی از قدم های موفقیت در حیات زن و شوهری این به همدیگر باور کردن، چی در سر و اسرار، چی در امانتداری و اقتصادی و پولی و مالی خانواده و چی در امانتداری نسبت خیانت بزرگ، خیانت بیراه بودن می باشد. و هر زن و شوهری که به همدیگر باوری کامل دارند و البته دلیل هم دارند که همسر آنها لایق باوری هست، بدانید که هم فرزندای خوب تربیت میکنند و هم در زندگی موفق میشوند و جایهای میرسند که دیگر عائله ها رفته نرسیدند. برای همین شوهرهایی که نسبت همسر خود باوری دارند، اکثریت همسر خود را برای صاحب علم شدن، صاحب هنر شدن، حتی صاحب بعضی جایگاه و مقام شدن کمک میکنند و میگویند من باوری دارم که همسر من هرچی پیشروی کند هم دست به خیانت نمیزند. برعکس شوهرهایی که نسبتش زن خود خیلی شک و شبهه دارند و رشک یک بیماری به یگان دلیل دارند که همسر خود را در خانه میمونند و حتی برای پیشروی که برای تربیت کودکانش کمک میکند هرگز سبب نمیشوند. یعنی پیش راهی تمام پیشروی زنی خود را میگیرند و میگویند من غیرت مردانگی دارم، گویا که من یک مرد غیور هستم که مسلمان باید چنین باشد، در حالتی که این غیرت و غیوری نیست، یک بیماری هست که خود را در داخل آن وهم جای دادند. ولی خیلی که گفتیم گوهی می شود که در حقیقت شوهر دلیل خود را دارد که همسر او همسر خوب نیست و باید همیشه مراقب همسر خودش باشد، و یا زن هم دلیل دارد برای رشکهایش و می داند که شوهر او از آن انسانهای پاکدامن نیست و دست به خیانت می زند. در اینجا اگر برای پیشگیری کردن و یا اینکه از پی اصلاح همسر خود شدن رشک کرد و تلفن های او را کافت و کاف کرد، این باکی ندارد.
لیکن مسئله ما درباره عائله هایی است که متاسفانه اکثریت بدون هیچ دلیل به همدیگر رشک میکنند و این رشکشان تا جایی میرسد که در زندگی آرامی ندارند و حتی کودکان آنها به جای اینکه مهر و محبت پدر و مادر خود را بینند به جز جنگ و جنجال، حقارت و دشنام چیز دیگری را در خانه نمی بینند که این سبب می شود فرزندها اول شده از حیات زن و شوهری تماما متنفر باشند، دوم شده فرزندهای بزرگ شوند که هرگز در آینده پیشروی را حرکت نمی کنند چون آنها را چنین بزرگ کردند. و اینجا عزیزان یک چند سوال هایی هست. اول به سوال های شما جواب می دهیم. بعد از این اگر موضوع یا چیزی که باید به شما می گفتم حتما باز می گویم. سوال یکم، معلمه عزیز، همین شیرین زبانی و خوش لفظی به زنهای جای ما نمی شود. خوش زبانی میکنی در حال از خودش می رود. فکر می کند که خوش آمد کرده ایستاده ای. متاسفانه این تربیه جامعه از سوال دهنده عزیز که ما رو چنین بزرگ کردن. در حقیقت من شخصا هم شاهد شدم، شاهد هم هستم. بعضی زنهایی هستند که با آنها اگر با لفظی عزیزم یا همسرم یا یگان چیز دیگر صحبت کردید شوهر رو مسخره میکنن، یعنی خندهشون میگیرد که دیوانه شد، بیمار شد، چرا این چنین میگوید. برعکس به او های خر یا ببخشید یگان کلمه دشنام دیگر رو گفته تبسم کرده نگاه میکنن. و حتی بعضی زنهایی هستند که فخر کرده به دوگانه های خود، به همسایه های خود، به خواهر خود میگویند شوهر من همیشه با دشنام یا با فلان کلمه مرا صدا میزند، گویا که این فخر باشد. یعنی این نمود یک تربیه بدی جامعه ما می باشد که باید بر ضد این همه حرکت کنند. مقصد از شیرین زبانی و خوش لفظی این نیست که تا حد شیرین زبان شویم که در حقیقت نفری که روبروی ما ایستاده است خودش را دیگر شاهزاده حس کند، لیکن معنا این است که وقتی که یک نفر رو می شود با کلمه های زیبا صدا کرد و آن هم سبب می شود که فرزندها تربیه خوب گیرند، در عائله مهر محبت پیدا شود، بیایید با کلمه های زیبا همدیگر را صدا کنیم. اما اینکه اگر کلمه زیبا نگفتیم یا اینکه اگر با کلمه های شیرین صدا کردم از خودش می رود، پس حتما باید شوهر در این مسئله هم برای تربیه همسر خود کوشا باشد که به او بگوید که صدا زدن من با این کلمه ها معنایش این نیست که تو خودت از خود روی، معنایش این است که من میخواهم همان گونه که دینمون به ما امر میکند که بدترین مردم در روز قیامت چگونه که در حدیث آمده است این بد زبان ها میباشند از بد زبان ها نباشیم. ولی مشکلی همین گونه ما جامعه داریم که اکثریت زنها متاسفانه الکی عادت کردن، یعنی اون گونه عادت کردن که اگر آنها رو با یگان کلمه زیبا صدا شود به نظرشان مسخره و یا تحقیر می نماید. و حتی چه خیلی که گفتم پدر و مادرانی هستند که به فرزند خود میگویند حتی نامی همسرت را نگیر، یعنی نامی همسرت را حتی گرفتن این گناه هست، باید های یا وی یا چیزی دیگر گویی. سوال دیگر، زن و شوهر تاجیکی اکثریتش محبت چیز نمی داند، اکثریتش به بیگانگان یکدیگرش را غیبت می کند، عیب یکدیگرش را پیش دیگران گفته می شیند. خصوصا زنک های جای ما خیلی مردک بدبین هستند، به خاطر کودکایشان زندگی کرده می گردند، همیشه مردک را بینند زبان و لبانشان خاموشانه جنبیدن می گیرد. انیق که شوهرش را به صدا دعای بد می کند، می داند که بلندتر گپ زند کلتک می خورد. چیزی که اینجا سوال کننده نوشته تقریبا عیناً حالت اکثریت عائله های تاجیکستان می باشد، ولیکن این پس از یک چند مدت زندگی هست، یعنی تقریبا پس از 15 سال 20 سال زندگی الکی زن می داند که فرزندهایش بزرگ شد و الکی او در لانه اش خیلی خوب جایگیر شد و کسی او را دیگر از خانه اش نمیراند، کسی طلاق داده نمیتواند، انتقام های خود را گرفتن را شروع میکند. ولیکن هر مردی که همین گونه مناسبت را از زنی خود میبیند اول باید به خود سوال کند که در وقتش این مرد چگونه با این زن مناسبت داشته بود. برای اون که اگر به اولی زندگی نگاه کنیم عزیزان،
علل خصوص به سالهای یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم زندگی نگاه کنیم، عروسک که میداند که طلاق دادن او خیلی آسان است، الان فرزند ندارد و زندگیش نو بنا شده است و اگر او چیزی بیجای گفت و یا حق خود را طلب کرد او را طلاق میدهند، همیشه خاموش می نشیند و حتی خادمه یک عائله بزرگ می شود. آن هم فقط خادمه نانپز و آشپز و تمیزکاری نه، حتی تمام بدزبانی و بدگویی های یک عائله را تحمل می کند. بعد از اینکه یک چند فرزنددار شد، الکی او خودش یعنی به گفتی خودمون تک جایی شد به آنجا، دیگر او انتقاد خود یا انتقام خود را گرفتن را شروع میکند. برای همین اول شده شاید بسیاری ها گویند که شما خیلی زیاد طرف زنها را میگیرید. طرف زنها گرفتن نیو باید منصفانه نگاه کنیم که در حقیقت ظلمی که در سالهای اول به عروسک میشود، اون ظلم را نه همه زنها طاقت کرده میتوانند، اما زنهای تاجیکی ما تحمل میکنند، ولی آنها همون بغضا یا خود کینه بالای کینه همش را در یک جا جمع میکنند تا اینکه وقتی کمی سن سالشان بالا رفت دیگر از پی حقارت کردن، غیبت کردن، حتی غارت کردن شوهر و خویش و تبار شوهر میشوند. و خیلی زیادن مردهایی که بعد از 45-50 سالگی در خانه خود مظلومانه می نشینند، یعنی مادر یا همسرشان آنها را آنگونه با آنها مناسبت میکند که کودکان همش یا فرزندها همش بر ضد پدر شده است، زن خودش دشمنی شوهرش است و همیشه پدرت این بود و آن بود، ولیکن به خاطر آوریم که شاید در حقیقت در وقتش از این طرف هم ظلم شد. برای همین اگر خشت اول را و یا پای دیوال زندگی را زن و شوهر ثابت مانند و از اول زندگی احترام بینشان پایدار باشد و این دو نفر اول شده با هم دیگر اتفاق کنند که مایان با هم زندگی میسازیم، آینده ای ما دو نفر هست و پدر و مادر آره حق و حقوق خود را دارند، جایگاه خود را دارند، خواهر و برادر جایگاه خود را دارند، اما آنها نباید سبب شوند که من و تو با هم دیگر بیگانه شویم، من و تو بدبین هم دیگر شویم، زندگی اینها تا ابد خوب می شود. اما در اول که یک طرف ظلم را شروع میکنند، طرف دیگر خواه و ناخواه کمی بعد انتقام گرفتن را شروع میکند و با همین دعای بد و یا اینکه حتی غیبت کردن و غارت کردن شوهر پس از 20 سال 25 سال زندگی شروع میکنند. از حوالی دیگر بعضی زنهای این زمانه شیطانند، پول پرستند. شخصا من زن داشتم و من او 3 فرزندم خیانت کرده رفت. البته زنهای خیانتکار هم زیاد هستند و در برنامه گذشته گفته بودیم که مهاجرت، دوری شوهرها از زنها، این قطع شدن رابطه ها شده ایستاده است و خیلی زیاد تقریبا هر روز به من هم از طریقه واتساپ خط می آید از خیانت یگان زن، یگان عروسک، حتی زنهای 3-4 فرزنددار خبر می دهند که فلانی زن در نبودن شوهرش خیانت کرده است و یا حتی در بودن شوهرش خیانت کرده است. برای اینکه عزیزان زنها به همین حال دچار نشوند، بجز برای حق و یا برای اسلام و برای علم اسلامی ماندن چیز دیگر را نباید حل این مشکلی دانیم. برای آنکه هر کسی که تقوا داره، یعنی هر زنی که در حقیقت بدون ریا، بدون خودنمایی از الله میترسد، او از الله ترسیده به حق شوهر خود هرگز تجاوز نمی کند و یا اینکه به شوهر خود خیانت نمی کند. و علل خصوص زنهایی که صاحب علم و معرفت هستند و آنها چه حلال و چه حرام می دانند، آنها از پی پیشروی خود در دنیا و در آخرت می شوند. و چقدر زنهایی که اکثریتشان به همین خیانتکاری ها، به دزدی پول شوهر، به فروخته شدن به یک مردهای بیناموس شروع کردن، بدانید که اول شده در آنها یگان خدا ترسی و ایمان تقریبا دیده نمی شود، دوم شده آنقدر بیسواد هستند، آنقدر در جهالت هستند که این گونه کارها را گمان میکنند پیشروی هست و آزادی هست. برای همین باید هر یک مرد علل خصوص پدر و مادر از پی سواد کردن و از پی جای کردن درخت ایمان در قلب دخترک های خود باشند. و اینجا عزیزان چه خیلی که گفتم
برای اینکه زن و شوهر موفق شوند و در زندگی آنها همدیگر را بد نبینند، برای اینکه خیلی زیاد میشنویم علل خصوص پس از 15 سال 17 سال زندگی الکی زن و شوهر اکثریت دشمن همدیگر میشوند. آره کمی هستند نفرانی که تا آخری عمر زندگی خوشبختانه دارند، تا آخری عمر از پی همدیگر هستند و حتی نفرانی هستند که گمان میکنند اگر شوهر از دنیا رفت آنها هم باید بروند، و یا مردهایی هستند که میگویند اگر جان همسرم را الله گرفت بیاید همون لحظه جان مرا هم ببخشید بگیرد. ولیکن این گونه عائله ها کم هستند. اکثریت عائله ها پس از 15 سال 20 سال دیگر از هم دلخون هستند، همدیگر رو بد میبینند، همدیگر رو دعای بد میکنند و حتی از پی انتقام همدیگر میشوند. سبب در چی است؟ سبب از اولین اشتباهی هست که از روز اول زندگی به اون راه میدهیم. در اول یک نفر رو خیلی استفاده میکنیم، خیلی بالایش ظلم میکنیم، باز انتظار هستیم که این زن در آینده باید همین گونه که هست میموند، ولیکن او تغییر مییابد، دیگر انسان بزرگ میشود و این زن هم حق و حقوق خود را یک روز از پیش می شود. مسئله دیگری که در زندگی موفق زن و شوهر رعایت کنند عزیزان، این مسئله از حد گذشتن است، ببخشید از خود گذشتن است. گاهی می شود که برای آن که در زندگی مراسا کنیم و یا اینکه در زندگی موفق باشیم از بعضی حقوقهای خود، از بعضی حقهای خود کنار بیاییم، ولی این معنیش این نیست که آنگونه ما به یک نفر خود را قربان کنیم که آن نفر دیگر ما را حتی انسان نداند و هر چیزی که خواست بالای ما روا بیند. ولیکن این مسئله یعنی مسئله در بعضی مسئله ها از حق خود گذشتن و حدود این از حق خود گذشتن انشاءالله در برنامه آینده آستانه با هم صحبت میکنیم و البته یک چند رفتارهای دیگری هست که درباره آن هم باید صحبت کنیم که در زندگی موفق باشیم. تا برنامه دیگر شمایان را به الله می سپارم. سپاسگزارم از آن که در برنامه با ما بودید و امیدوار هستیم که این برنامه ها و این صحبت ها به زندگی شما، به زندگی فرزندان شما، به زندگی عزیزان شما فایده آور باشد. برابری شنونده بودن عمل کننده هم باشیم. هم من و هم شما. پروردگار در پناه شمایان را حفظ کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.